بنابراین میخوام بگم که به هر حال مسائل ایران امریکا مسائل فقط ایران امریکا نیستن، مسائل جهان امروزن، مسائل منطقه هستن. میخوام بگم و چون این مسائل ایران امریکا نیستن، فقط مسائل جهان و منطقه هستن، تصادفاً باید راه حل داشته باشن. یعنی ایران امریکا اگه بتونن این مسائل رو مسائل جهان امروز و منطقه تعریف بکنن، بیشتر موفق میشن تا اینکه اینا رو مسائل این رابطه بکنن. اما رابطه ایران امریکا به دلایل زیادی دوست خیلی خیلی کم داره و همیشه میگم اگه دوستی هم وجود داره، این دوستا توی ایران و امریکان. این رابطه تا بخوای دشمن داره. دشمناشون توی منطقه هستن، از اسرائیل و عربا هستن تا ترکا و پاکستانی‌ها و تا روسا و اروپایی‌ها و حتی چینی‌ها. یعنی این رابطه ایران امریکا هیچ دوستی نداره واقعا. هر کس که از راه میرسه از دید خودش به یک شکلی دشمنی میکنه با این رابطه و همشون به یک شکلی کم یا زیاد وضع موجودو که وضع نجنگ و نصلح هست رو میخوان حفظ کنن. هیچ کدومشون حاضر نیستن وضعیت صلح بین ایران و امریکا به وجود بیارن. حداقل در این رابطه تلاشی نشده. ولی خب در این حال هم نیروهایی هستن که نمیخوان جنگ بشه بین ایران و امریکا و به همین دلیل هم وضعیت نجنگ و نصلح حفظ شده. ولی نیروهایی هم هستن که میخوان بین ایران و امریکا جنگ بشه و ما این نیروها رو خوب میشناسیم، دارم تمام زورشون رو میزنن. بنابراین اما رابطه ایران امریکا فقط دشمناشون توی سطح جهانی و بین دولت ها نیست. توی نیروهای متفاوت در امریکا و ایران و منطقه بین نیروهای متفاوت است. مثلا نیرویی در هم ایران و هم اروپا و هم توی امریکا و جاهای منطقه وجود داره که این نیرو از دشمنی ایران امریکا سود زیادی میبره. بازارهای کلان سیاه وجود داره برای تجارت بین ایران و امریکا، غیر مستقیم از بازار سیاه، و این سود زیادی به اینا میده. این تو ایران هستن، توی خارج ایران هستن، اینا توی بخش‌های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، عرض کنم که اقتصادی، تجاری و غیره هستن. یه سری نیروها در هر دو طرف هستن که مشکلشون تو با رابطه بین رابطه ایران و امریکا، در واقع دشمنیشون با این رابطه در واقع مشکل ایدئولوژیکه، یعنی مشکل اساسی تریه. اینا مثلا طرف ایران نیروهای انقلابی که از زمان انقلاب که با امریکا دشمنی داشتن و گفتم که این انقلاب در واقع این امریکا و دشمنی با امریکا شد بخشی از این انقلاب، یعنی در واقع با خود انقلاب عجین شد و با انقلاب مخلوط شد. این نیرو هنوزم وجود داره، اعتقاد داره که دشمنی با امریکا یکی از اصول این انقلابه و صلح با امریکا یکی از اصول اساسی این انقلاب رو میدونید ضعیف میکنه و این میتونه جمهوری اسلامی رو به اصطلاح بی شکل کنه و بی آینده کنه. این نیروها استدلال‌های متفاوتی دارن. بعضیاشون استدلالشون همون استقلاله، بعضیاشون استدلالشون فقط استقلال نیست بلکه حفظ نظامه، یعنی نظام در خطر میبینن، نه فقط استقلال کشور رو. به هر حال نیروهای مختلفی بر اساس نیازهای مختلفی که دارن روی این بحث فشار میارن به رابطه رو دشمنی رو، مثلا این رابطه دشمنی رو حفظ کردن و متاسفانه بخوام بگم این نیرو هنوزم قدرت بالاست، دست بالا رو داره. در ایران حداقل دست بالا رو داره. در منطقه هم خوشبختانه این نیرو، خوشبختانه میخوام بگم بدبختانه این نیرو دوستان زیادی داره. یعنی این نیرو دوستان زیادی برای کار خودش داره. یعنی دشمنای این رابطه نیروهایی هستن که اونا هم این رابطه رو نمیخوان بشه، دشمنی میکنن با این رابطه، عرض کردم دنبال دعوا و جنگ و اینا هستن. به هر حال موضوع باعث شده که این رابطه به یه جایی نرسه. البته در طی این دوران 30 سال همیشه نیروهایی هم بودن که طرفدار این رابطه بودن، هم طرف ایران و هم طرف امریکا. این نیروها سعی کردن با منطق، سعی کردن با حرف خوب، با درک بهتر، با استدلال سعی کنن که به اصطلاح مزایای عادی شدن و به اصطلاح ضررهای عدم عادی بودن این رابطه رو گوشزد کنن و نشون بدن که مثلا هم امریکا و هم ایران در نبود این رابطه میلیاردها دلار صدمه دیده، هر دو طرف صدمه دیدن، مخصوصا طرف ایران. و از اون مهمتر نبود این رابطه صدمات زیادی به جنبش دموکراتیک ایران زده و اصولا اعتقاد دارم، همیشه داشتم که این جنبش
جنبش دموکراتیک ایران تا وقتی که رابطه ایران امریکا به یه جایی نرسیده و در جهت حل مشکل قدمی برداشته نشده، احتمالاً این جنبش دموکراتیک به نتیجه نخواهد رسید. حالا یه بحث دیگریه، من اینجا نمیخوام وارد اون میدون بشم، ولی واقعیت اینه که ما هیچ نشانی از یک کشوری نداریم، هیچ کشوری تو دنیا وجود نداره که با امریکا رابطه نداشته ولی دموکراتیک شده. معناش این نیست که اگر با امریکا رابطه برقرار بکنیم دموکراتیک میشیم در ایران، نه. اما چون خیلی کشورهایی هست که با امریکا رابطه دارن و دموکراتیک نیستن، مثلا همونش گفتم مصر و عربستان و اینا. اما یه چیزی رو میدونیم، اونی که کشورهایی که با امریکا رابطه نداشتن دیرتر یا هرگز دموکراتیک نشدن، در حالی که کشورهایی که با امریکا رابطه داشتن و دموکراتیک نبودن دموکراتیک شدن بعدن. یعنی در واقع رابطه با امریکا شرط لازم ولی شرط کافی برای توفیق جنبش دموکراتیک نیست. یعنی شرط کافی یه شرطی که باید برآورده بشه، اما این شرط کافی نیست. لازم هست ولی کافی نیست، که اون بحث که چه چیزایی شرایط دیگه هم باید به وجود بیاد یه بحث دیگریه برای اینکه چجوری جنبش دموکراسی تو ایران باید شکل بگیره. ولی یک چیز رو میدونیم، اونی که این جنبش باید اول مشکلش رو با امریکا حل کنه. یعنی در واقع نه این جنبش بلکه کشور باید مشکلش رو با امریکا حل کنه تا بتونه وارد اصلا میدون مبارزه برای دموکراسی و اینجا جریانا بشه. این هم در واقع ما بحث این رابطه رو به اینجا به اصطلاح من میخوام تمومش کنم و وارد میدون دیگه بشم. Major protests and the violence that followed were becoming a regular occurrence. The Shah declared martial law and banned demonstrations. This resulted in a huge protest and a general strike that shut down the economy. Soon over 2 million people flooded a public square in Tehran, demanding to remove the Shah and for Khomeini to return, and that is exactly what happened. One important thing to note is that the CIA orchestrated the 1953 coup out of the very same American embassy in Tehran that was later the site of the hostage crisis, right after the Shah was overthrown by popular revolution in 1979. Although the current regime in Iran is undemocratic, if we truly believe in democracy, we must let the Iranian people change their own country over time. As a test of fairness, we might imagine that Iran invaded and occupied Canada and Mexico and had aircraft carriers sitting in the Caribbean. Imagine then if Iran had the power to label the US the axis of evil and cut us off from the rest of the world, and then threaten to attack us if we didn't stop generating nuclear power. What if Iran had overthrown the US government 50 years ago and installed a dictator friendly to Iranian interests?